شب تاریکی بود و باد سردی از روی دشت میگذشت. شمعای کاخ ضحاک یکی یکی لرزان خاموش میشدن و ضحاک، پادشاهی که حتی سایش هم مردم میترسوند، بعد یه روز کامل خونریزی و فرمانهای سنگین رفته بود توی بسترش. ولی این بار خوابش آروم نبود. در میانه شب یک کابوس سیاه اونو در کام خود کشید. دید که از زل کوههای جوانی برمیخیزد. چهرش سخته، نگاهش آتشین و یک گرزی که سر گاو در دستش داره. مردم دورش جمع شدن و اسمشو میگن. جوان جلو میاد و گرز رو بالا میبره و با یه ضربه تاج ضحاک رو میشکونه. مارهای دوش ضحاک تو خواب به خودشون میپیچن و ضحاک از وحشت فریاد میکشه. هراسان از خواب میپره. نفسش تنده، عرق سرد رو پیشونیشه. فوری جادوگراش رو صدا میکنه. جادوگراش دور تختش جمع میشن و یکیشون میگه که این خواب نشانه برآمدن کسیه که پایان تو رو رقم میزنه. از میان مردم قطعاً یه جوانی بلند میشه و با ستم تو میجنگه. حالا تو دل ضحاک آشوبی به پا شده. خشمگینه. یهو داد میزنه که هر که بویی از نافرمانی داره نابود باید بشه. هیچ جوانی دیگه نباید سر بلند کنه. از همون روز دوره سرکوب شدیدتر میشه و قربانی ها بیشتر و جستجوگرها گسترده تر و ترس مثل سایه سیاه بر سر مردم میفته. اما درست در دل همین تاریکی یه جرقه روشن در حال شکل گیریه. جرقه‌ای که قراره اسمش فریدون باشه و تاریخ ایرانو زیر و رو کنه.